بسم الله الرحمن الرحیم. اولین درس ما هست بعد از ماه رمضان و عیدهای گذشته. خواهران عزیز، پروردگار تا رمضان دیگر تمام برکتی که در رمضان با ما بود در این 11 ماه باقی مانده نصیب گرداند الها و از درس ها هم جدایی ندهد. خیلی گفتم از اینکه همیشه در یک روز ما چند بار سوره فاتحه میخونیم. تقریبا حساب کنید خواهرها چند بار سوره فاتحه در یک روز میخونیم در نمازمان و این چونین اکثریت خواهرها سوره های کوتاه کتی نمازها رو تمام میکنن. خواهرای یک نفر نه چند نفر گفتن که استاذه یک بار از تفسیر سوره فاتحه و سوره های مایده گذاریم تا که در نمازمان هم در حفظمان هم کمک کند. باذن الله از سوره فاتحه دیگر میگیریم و از جزء عامه این طرف تفسیر کرده می آیم. و خواهران عزیز، من پیشتر در یادتان باشد همیشه از همین کتاب، از کتاب ابن کثیر تفسیر میکردم. همین جزئی از سوره فاتحه هم چند سال، 2 سال پیش تفسیر کرده بودیم، لیکن احکام های فقهی که زیاد دارد کتاب تفسیری قرطبی خیلی باز وسیع‌تر است. مثلا ابن کثیر اگر 4 جلد باشد، قرطبی در من 16 جلد است کتابش. برای همین شروع کردم از همین کتاب گرفت. این کتاب خیلی و خیلی باز در داخلش قولهای صحابه زیادتر است و حدیث ها رو خیلی زیاد میارن. برای همین شروع میکنیم این بار از تفسیر قرطبی گرفته رفتن و بعضی چیزهایی که هست از ابن کثیر هم انشاءالله میخوانیم، الله نصیب کرده باشد. اگر اول قرآن رو کشاییم، وقتی شما سوره اولین ورقه قرآن رو میکشایید چی میبراید؟ یکمین چیزی که شما میبینید سوره الفاتحه، بعدن چی مینویسد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برای همین فاتحه گفته سوره فاتحه رو پیش از شروع کردن بیایید درباره بسم الله الرحمن الرحیم صحبت کنیم. درباره فضیلت بسم الله الرحمن الرحیم خواهران عزیز، یعنی به نام الله بخشنده مهربان گفتن، پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی زیاد حدیث گفتگی هستند. یکی از مشهورترین حدیث هاشون که در مسند امام احمد است، میگویند وقتی که مشکلی به شما شد، به جای شیطان رو لعنت کردن شما بگوید بسم الله، شما بگوید بسم الله الرحمن الرحیم. در اینجا شیطان خیلی میده می شود، حتی مثل پشه می شود. یعنی وقتی یگون چیزی به شما شد یا یگون مثلا ماشینتون در حاضر زمان در زمانی پیشتر شطورت گبن و فرمانی کرد چیز دیگر، به جای اینکه مثلا شیطانی لعین یا چیز دیگر گویم بسم الله الرحمن الرحیم گویم، در حالی که شیطان در همانجا وسوسه میکند، شیطان چی میشود؟ شیطان برعکس میده میشود و نابود شده میرود. و یکی از بزرگترین فضیلت بسم الله الرحمن الرحیم این است که این یک دعای هست بر ضد شیطان، بر ضد شیطان و بر ضد وسوسه های شیطان. و حتی خواهران عزیز در مسئله مثلا پیامبر میگن وقتی میخورید با بسم الله بخورید، وقتی مینوشید با بسم الله بنوشید، وقتی شب میشود شما چراغ‌های روشن رو خاموش کنید و بسم الله گفته خاموش کنید. و این چونین هر یک خوراکی که دارید بالایش رو بپوشید، بسم الله گفته پوشید. آبی که دارید بالایش رو بپوشید، بسم الله گفته بنوشید. یعنی هیچ چیز با بسم الله گفتن به نه خانه‌تان، نه خوراکتان، نه نوشابه هایتان ضرر میکند. و سبحان الله حتی در مسئله همخوابگی حدیث در بخاری است که پیامبر میگویند لو ان احدکم اذا اراد ان یأتی اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان شیطان ما رزقتنا فانه ان یقدر بینهما ولد فی ذلك لم یضره شیطان ابدا. پیامبر میگن وقتی شما، حدیث در بخاری هست، با همسرتون همخوابگی میکنید، همین دعا رو اگر بخونید که بگوید بسم الله، یکمش بسم الله اللهم جنبنا الشیطان، پروردگار از ما شیطان رو دور کن و ما رو از شیطان دور کن گوید، اگر به آنها در همان همخوابگی پروردگار فرزند رو نصیب کند، شیطان به آن فرزند اصلا ضرر نمی کند.
یعنی حتی خوردن و نوشیدن و به خانه در آمدن بسم الله باشد. در وقتی همخوابگی هم پیامبر چی میگن؟ بسم الله گفته شروع کنید که به فرزندتون دیگر شیطان ضرر نمیکنند. بعضی علما در شرح همین حدیث میگن و فرزند شما اصلا به شرک اکبر انشالله دست نمیزند با همین فضیلت بسم الله گفتگیتان. بعضی علما میگن فرزندی صالح میشود. یعنی فضیلت بسم الله گفتن اینقدر برای یک مؤمن چی است مهم است که پیامبر صلی الله علیه وسلم در هر جا، در وقتی به خانه در آمدن چی گفتیم، در وقتی بیگاه شدن، در همه وقت بسم الله گوید گفتن. این چونین درباره بیماری هم حدیث در صحیح مسلم است. خواهران عزیز، پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی صحابه شکایت میکنن از بیماری، میگن دستت را به همون جایی که درد میکشد بمان و بگو بسم الله 3 بار. یعنی هر جایت که درد میکند به آنجا دستت را بمان. مثلا سر شما درد میکند، دستت را به سرت بمان و 3 بار بسم الله بسم الله بسم الله گو و بعد از این 7 بار اعوذ بعزت الله و قدرته من شر ما اجد و احاذر. این را بگو، یعنی اعوذ بکلمت الله، اعوذ بعزت الله و قدرته من شر ما اجد و احاذر. این را بگو تو سالم میشوی. یعنی نگاه کنید پیامبر چی گفتن در وقت بیماری هم، یعنی این یکی از رقیه ها هست، دعاهای شفا هست که چی میگویی بسم الله بسم الله بسم الله گفته وقتی جایت درد میکند دستت را مانده این را و دعای دوامش را اعوذ بعزت الله این را میگویی. برای همین مسئله بسم الله گفتن از کودکی هم از میدکی هم به بچه ها می آموزانیم و خیلی مهم است. بدانید که سلاح قوی بر ضد شیطان است و این چونین حتی چی هست؟ حتی از دعاهای شفا می باشد. و درباره اینکه بسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله رحمان الرحیم. کلمه رحمان خیلی مهربان است، اما تقریبا اکثریت علما به این اتفاق هستند که رحمان این نام خاص برای الله است. یعنی یگان انسان را رحمان گفته نمی شود، عبدالرحمن گفته می شود، اما رحمان نه. این رحمان صفتی هست. حتی بعضی علما از اسم اعظم، نام های بزرگترین الله خاص الله میگویند. اما رحیم صفت مهربانی است که یک انسان را هم انسان رحیم گفته می شود، یا اینکه یک زن رو هم رحیمه نام مانده می شود. و همینجا رحمان وقتی گفتیم الله چی میگه؟ قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. و آنها بگو که خواهید شما الله گفته دعا کنید، خواهید شما رحمان گفته دعا کنید، با کدومش دعا نکنید شما ولله الاسماء الحسنى، نام های زیباترین نام ها از آن الله هست. برای همین رحمان و رحیم هر دوش از یک کلمه مهربانی یا مهربانی باشد هم، اما رحمان بسیار زیاد مهربان، حتی به کافرانی که الله را دشنام میکنند در دنیا رزق میدهد و آنها از نعمت هایی که به مؤمنان داده است در دنیا میدهد. این صفت خاص الله هست. لیکن رحیم مهربانی هست، یک انسان را هم مهربان گفته می شود، اما مثل رحمان نه. برای همین بعضی خواهران میپرسند که چرا مثلا نامی فرزندم را رحیم جان مانم یا اینکه رحیمه ماندم، این گناهکار میشه؟ اون گناهکار نمیشوید. بعضی نام ها مثلا لطیف مثل یا رحیم مشترک است برای انسان هم مانده می شود در ماندن نام، برای از آن الله هم هست، اما در معنا فرق می کند. مهربانی الله اصلا مثل مهربانی بنده ها نیست. اما یگان فرزند را رحمان مانده می شود؟ نه، رحمان خاص برای کی هست؟ الله یگانه می باشد. پس بسم الله الرحمن الرحیم گفته پروردگار کتابش را شروع می کند و بدانید که وقتی الله اولین آیتی که در قرآن شروع می شود به نام الله مهربان ترین ها هست، بدانید که الله بخشنده مهربان از شما می خواهد یا به شما می خواهد نشان بدهد یا گفتیم به شما اعلام کند که شما پروردگار خیلی و خیلی مهربان دارید. شما پروردگار خیلی و خیلی مهربان دارید و اصلا از رحمت او نباید ناامید باشید، چون اولین چیزی که الله درباره خودش در کتابش تعریف میکند الرحمن و الرحیم است. یعنی الله مهربان ترین مهربان هاست. یعنی مهربانی الله نسبت شما، رحمت الله نسبت شما ای بنده ها
اصلا کنار ندارد، چون شما مخلوق او هستید، بنده های او هستید، ساخته او هستید. مهربانی الله بالاتر از تمام مهربانی نزدیکان مؤمن باشد. بعدا شروع میکنم سوره فاتحه را. خواهران عزیز، از سوره فاتحه بعضی ها از میگن معنای فاتحه کشادن است. از اینکه ما یکم شده چرا میکشاییم قرآن را؟ وقتی میکشاییم با سوره فاتحه میکشاییم، برای همین نامش فاتحه نامگذارد و چند معنای دیگر هم دارد. کتاب یکی از نامهایش، یکیش قرآن، یک تایش شفا، یک تایش رقیه. انشاءالله میخوانیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند آن چیزی که در قرآن ما هست مثل سوره فاتحه نه در انجیل هست و نه در تورات. یعنی همین سوره‌ای که شما میخوانید اصلا نه در انجیل پیدا می شود نه در کتاب تورات پیدا می شود. و این دعا رو وقتی شما میخوانید، هر آن چیزی که در آن هست شما به الله میگوید، الله به شما میدهد، که انشاءالله کمی بعد میخوانیم. و درباره خود سوره فاتحه هم حدیث های دیگر است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابی سعید میگویند من به تو بزرگترین سوره قرآن را یاد میدهم، آن هم باشد سوره فاتحه هست. یعنی سوره فاتحه از بزرگترین، از جهت ثواب و از جهت حتی شفا بودن، از بزرگترین سوره های قرآن کریم می باشد. در باره بسم الله الرحمن الرحیم که اولین آیتش است، در نزد اکثریت علما چه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم از اولین از سوره های آیتی سوره قرآن، سوره فاتحه هست. بعضی علما میگن در مکه نازل شده است، بعضی علما میگن در مدینه نازل شده است، بعضی میگن یک بار در اینجا یک بار در آنجا نازل شده است. مهم آیا در مکه نازل شده بود یا در مدینه نازل شده بود کمی اختلاف دارد و به ما یگان ضرر ندارد این اختلاف علما. بعضی اختلاف ها هست که با کدامش ما قبول کنیم هم یگان خیلی به ما ضرر ندارد. لیکن عجیبش این است که خواهران عزیز، حدیث در بخاری بود خطا نکنم، در صحیح مسلم بود، میگویند وقتی که سوره فاتحه به پیامبر نازل می شود، جبرائیل در نزد پیامبر بودن. حدیث در صحیح مسلم است. میگویند وقتی که جبرائیل همراه پیامبر بودند، یک صدای بلندی رو میشنوند، صدای بلندی رو میشنوند و میگویند یک دقیقه خواهران، صدای بلند میشنوند، یعنی صدای بلند به گوش پیامبر می آید و با وقتی همراه حضرت جبرائیل بودند. بعدن پیامبر به بالا نگاه میکنند. در این وقت جبرائیل میگویند این صدای در آسمان است، اصلا دروازه آسمان اینگونه گشوده نشده بود و حاضر فرشته به زمین آمد که اصلا پیش از این نآمده بود، اصلا به زمین آن فرشته نآمده بود. و سپس میگویند تو را بشارت باد، تو را بشارت باد به دو نوری که به تو داده شده است و به پیامبران پیش از تو بوده نداده شده است. یعنی دو چیزی الله به تو داد که به هیچ کس دادگی نیست، یکی سوره فاتحه، دیگر آخران دو آیت سوره بقره، آخران آیت های سوره بقره. و در دوامش میگن کسی اینها رو خواند هر چیزی که گفت او داده می شود. و حتی بعضی علما میگن بعد از دعا کردن برایم سوره فاتحه خوانید که دعاهاتون زودتر اجابت می شود. و نگاه کنید که خواهران عزیز، همینجا از معنای حدیث می براید که جبرائیل این دو سوره را گرفته نفر آمدند و از بزرگی این دو سوره وقت جبرائیل همراه پیامبر بودند، فرشته دیگری که اصلا به زمین نآمده بود، آخران آیت های آمن الرسول، یعنی آخران آیت سوره بقره آمن الرسول را همراه سوره فاتحه گرفته آمد، همراه سوره فاتحه گرفته آمد که چه میگویند یگان حرف آنها را نمیخوانی که مگر به تو داده شود، برای اینکه انشاءالله در معنایش میخونیم که این سوره ها استادش دعا هست. سوره فاتحه آیاتهایش اکثریتش دعا هست. و درباره خواندن در نماز چی؟ خیلی که گفتیم در بامداد ما 4 بار میخوانیم، در پیشنگر سنت ها رو هم خوانیم 8 بار 10 بار میخوانیم، در عصر 4 بار میخوانیم، در شام باز 4 بار میخوانیم، در خفتن 2 4 3 رکعت اگر وتر خوانیم 7 بار میخوانیم. آیا در
در نماز خوندنش در 2 رکعت فرض اول و سنت ها خوندنش فرض است یا یک نخوانید هم می شود. در نزد جمهور علما، یعنی اکثریت علما از جمله امام شافعی و امام احمد و امام مالک، شما اگر فاتحه رو نخواندید خواهران نمازتان درست نیست، نمازتان ویران است. شرط نماز این است که فاتحه رو خوانید. و برایش هم دلیل های زیاد از احادیث پیامبر میارن که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند لا صلاة لمن لم یقرأ فیها بفاتحة الکتاب. نماز اصلا وجود ندارد برای هر کسی که فاتحه را نخواند، سوره فاتحه را نخواند. برای همین سوره فاتحه یک فراموش شد در یک رکعت، در نزد این جمهور علما همون یک رکعت فاتحه نخواندهتون را از نو خسته میخوانید، بعد از سلام دادن باشد یا پیش از سلام دادن در یادتون باشد. یگانه در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن شما فاتحه را نخوانید، واجب را ترک کردید، گناه هست، اما سجده سهو کنید میشود. یعنی کاری گناه کردید، خطاگی بزرگ کردید، اما نمازتون باطل نمی شود. برای همین از این که حدیث چندین بار آمده است خواهران عزیز، لا صلاة الا بقراءة الفاتحه هم گفته آمدگی هست. شما تا فاتحه نخواند اصلا نماز وجود ندارد. سوره فاتحه رو هر کسی که نماز میخواند حتما چیکار کند؟ بخواند. و چه خیلی گفتم در نزد جمهور علما کسایی که فاتحه نمیخوانند همون رکعت نخوندهشان کلا ویران است که از نو باید اون را بخوانند. و درباره آمین است. بعد از سوره فاتحه رو خوندن خواهران عزیز ما چی میگویم؟ آمین. آمین گفتن یعنی پروردگارا این دعای ما رو اجابت کن گفتن سنت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که سوره فاتحه رو میخوندن بعد از سوره فاتحه آمین میگفتن. و اینجا هم در نزد اکثریت علما همراه امام در نمازهای بلندخوانی، کدام نمازها رو بلند میخوانند؟ نماز بامداد را، نماز شام را، نماز خفتن را امام بلند با صدای بلند میخواند و مقتدی ها نمیخوانند، فقط گوش میکنند. وقتی امام خواند شما گوش کنید که قرائت امام قرائت شما میگن. پیامبر صلی الله علیه و سلم خطا نکنم حدیث هم در صحیح مسلم بود. برای همین اما اگر امام با صدای پس خواند در نماز پیشین و در نماز عصر شما هم پس میخوانید، خودتون هم میخوانید، امام هم میخواند شما هم پس میخوانید. اما امام وقتی بلند سوره فاتحه قرائت میکند گوش میکنید. اما بعد از امام سوره فاتحه رو خوانده شدن آمین گفتن، اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن وقتی که حدیث در بخاری هست وقتی که امام آمین گفت شما هم آمین بگویید، برای اون که وقتی که امام آمین شما و آمین او و موافقت کرد و آمین فرشته ها هم آنجا آمین میگویند، گناه های شما بخشیده می شود. یعنی امام آمین گفت برابری و شما آمین گید. اما پیش از این چی میگن؟ وقتی امام قرائت کرد شما ساکت باشید. یعنی امام سوره فاتحه رو خوند شما هیچ چیز نخوانید، زن باشید هم مرد باشید هم. اما وقتی امام آمین میگه شما هم آمین گید که مردها بلندتر و زنها پستر میگن. در نزد مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه آمین این یک دعا هست. دعا هست که چی هست؟ پروردگارا همین سوره خواندگی، یعنی در آنجا انشالله بعدا میخونیم که دعا میکنیم که پروردگارا و ما راه راست را نشان ده، هرگز ما را مثل یهود و نصرانی ها گمراه نکن. اینجا دعا هست میگن و ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن در وقت آمین گفتن که این یک دعا هست از قلبت پروردگار اجابت کن گفته به الله دعا میکنی صدای پس کتی گو، برای اینکه الله چی میگه؟ ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، شما پروردگارتون را با تضرع و بیچارگی و خفی با صدای پس دعا کنید. و میگن ریا هست وقتی بلند کرده دعا میکنید، دعا هرچی پس باشه بهتر. لیکن این سخن ابو حنیفه رحمت الله علیه هست، لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم آمین رو بلند گفتند و دیگرها رو هم آمین رو بلند گوید گفتند. و این دلیل زیاد دارن جمهور علما یعنی که سه مذهب دیگر که اینها میگن نه شما وقتی که آمین میگوید دعا رو بلند کنید که
حدیث از ابو موسی اشعری هست که میگن پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما گفتند وقتی نماز خواندید صفهایتان رو راست کنید، یک نفر به شما امام شود، وقتی که امام الله اکبر میگوید شما هم الله اکبر بگویید، وقتی که امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین میگوید شما هم آمین بگویید، الله شما رو اجابت میکند. یعنی وقتی بلند آمین میگویید الله شما رو اجابت میکند. که اینجا با همین دلیل ها جمهور علما میگن آره پس دعا کردن خوب است، اما بعضا برای اسلام رو نشان دادن، شعار اسلام رو به دیگرها نشان دادن بلند گفتن لازم. چه خیلی که به تکبیر عید هم وقتی می روید الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر گفته، در نزد جمهور علما بلند گفته می روید، بلند. و این چنین خواهران عزیز حدیث دیگر هست که بعضی صحابه ها وقتی آمین می گفتن حتی صدایشان در تمام مسجد پهن می شد، در تمام مسجد پهن می شد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن دو چیز است که یهودها خیلی به شما حسد میکنن، یکی سلام دادن شما به یک دیگری که السلام علیکم میگوید، السلام علیکم معنیش تمام خوبی ها رو برای شما میخواهم، سلامتی، یعنی از همه مشکلی های دنیا و آخرت در امان ماندن رو به شما میخواهم. گفته بهترین تهنیت رو به یک دیگر میگوید. دویم چیزی که یهود ها به شما خیلی رشک میکنند و حسد میبرند همین آمین شما که همه برابر آمین میگوید. برای همین در نزد جمهور علما و صدای بلند که آمین گفتن سنت است. لیکن خیلی گفتم در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه آمین اگر پس باشد هم خواهران عزیز آمین رو پس گفتید نماز یگان نفر باطل نمی شود، یگان کس نمازش باطل نمی شود، ترک سنت می شود. برای همین کسایی که اگر آمین رو پس گفتن یک بار آنها رو از اهل بدعت گفته نمی شود، چون که آنها وقتی که پیروی مذهب ابو حنیفه کردن، ابو حنیفه رحمت الله علیه دلیل خودشون رو دارن که میگن ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، میگوید الله پس با صدای پس شما چی کنید، از ریا دور با صدای پس آمین بگویید. و اما کسایی که هم صدای بلند آمین میگن آنها رو هم اصلا گناهکار گفته نمی شود که اینها سلفیند و چیزی دیگر، نه، اینها دلیل دارن، دلیل قوی دارن که حدیث در کتاب های سنن آمده است که پیامبر چی میگن با آمین شما یهودها رشک دارند و شما چی کنید آمین گوید. و حتی خواهران عزیز همینجور حدیث دیگر خوندم که والله اعلم صحیح هست یا نیست و فکرم آره در سنن ابو داود آمدگی هست، بعضی علما ضعیف هم کردگی هستند که وقتی یک نفر خیلی خیلی دعا میکند پیامبر با صحابه ها دعای او رو گوش میکنند و میگن اگر همین حاضر آمین گوید دعاهایش اجابت می شود. یعنی آمین یک کلمه هست که بعد از دعا گفتن سبب اجابت دعا می شود. بعد از این و همان شخص خیلی دعا می کند و در آخر می گوید آمین، پیامبر می گویند به اون انسان بشارت دهید که او چی کار کرد، دعایش انشالله اجابت است. یعنی بعد از تمامی خودتان دعا کردن هم آمین گفتن. یا یک نفر وقتی دعا می کند شما وقتی که آمین می گوید انشالله آمینش گفتن شما سبب اجابت دعا می شود. که در قرآن کریم هم پروردگار درباره که حضرت موسی و هارون الله میگوید قد اجبت دعوتکما، من دعای شما را اجابت کردم. و در تفسیرش میگویند موسی دعا میکرد و هارون در نزدش آمین گفتن میگرفت، آمین پروردگار آمین اجابت کن اجابت کن. برای همین آمین گفتن چه از خواهران عزیز یکی از کلمه های گفتیم شاید سر هست از سرهای اجابت دعا انشالله که معنایش را چند معنا میدهند. یکیش به خاری و زاری به پروردگار التجا کردن که پروردگار همین دعای ما رو اجابت کن. در نصرانی ها هم هست آمین، امین میگن آنها، امین امین. ما با در تاجیکی آمین با آ میگویم، آ گفته گپ میزنیم همین خیلی، اما در عرب ها آمین میگوین. از اینکه ما در تاجیکی زیاد حرفای ای دراز را آ میگویم، ما تاجیکا آمین میگویم با همین معنای آمین. آمین در عربی هست. و درباره آمین گفته گذاشتیم که درباره بلند و پس گفتنش اختلاف است و انشالله بوکه ندارد، بلند گفتید بهتر است و پس گفته ها رو هم نمی شود تماما خیلی گفتم اهل بدعت گفت. و بعد از این الله شروع میکند با الحمدلله رب العالمین، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، بالاترین آیت که بعضی علما میگن بسم الله الرحمن الرحیم اول سوره فاتحه نباشد هم
آیت جداگانه هست که پروردگار برای بجز سوره توبه در اول دیگر سوره ها بودن نازل کرده است. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم مخصوص برای جدا شدن هر آیت ها نازل شده است که در اول هر یک سوره سوره ها مانده شود. بعد از این الله شروع میکند با الحمدلله رب العالمین، یعنی حمد به الله که رب عالمیان است، رب عالمیان است. و درباره رب هم کمی صحبت میکنیم. اولا حمد یعنی ستایش به الله که او پروردگار عالمیان است. همینجا خواهران عزیز پروردگار خودش را ستایش کرد، همین خیلی نه؟ یعنی خودش را حمد گفت. و پروردگار یگانه به ذات الله جایز است که الله خودش را ستایش کند، به خودش حمد بگوید و چی بگوید؟ الحمدلله رب العالمین. یعنی الله به خودش وقتی حمد میگوید این البته که جایز است و یگان با که ندارد. اما درباره بنده ها الله میگوید فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی. شما خودتان را ستایش نکنید، من این هستم من آن هستم نگویید. الله میداند که از بین شما که ها تقوادارتر هستند. و حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در صحیح مسلم است که میگن احسو فی وجوه المداحین التراب. اونهایی که خیر خودشان را در همه جا و گفتیم ما لاف میزنند، مدح و ستایش میکنند، بر رویشان خاک بچاشید. یعنی چقدر کاری تو پست است بگوید. یک انسان خودش رو وقتی تعریف میکند این نشانه یک تکبری اون است. دیگر این است که این بی‌آدابی هست. اما برای چی؟ برای اینکه الله میگه فلا تزکوا انفسکم، شما خودتون رو تعریف نکنید. الله میداند که کی از شما تقوادارتر است. یعنی کاری که تو میکنی باید مردم دیده به آن بها دهند، نه اینکه خودت رو گفته به خودت بها دهانی. یعنی انسان های هستند که هیچ یگان بار در زبانشان تعریف نیست، همه میدونند که این انسان لایق مدح و ستایش است. انسان های هستند که یگان کس در آنها خیر ندیده است، هر جا نشستن خودشان را تعریف میکنند. خود تعریف کنی خواهران عزیز فقط در وقت رفع تهمت ممکن. مثلا یک نفر به شما گفت که تو خیلی بخیل هستی، تو بخیل هستی، من شهادت میدهم. در آنجا شما میتوانید بگید که من بخیل نیستم، من همین مقدار خیر کردگی هستم، رفته پرس. برای خاطر چی این را گفتید؟ به خاطر رفع تهمت. به خاطر رفع تهمت. یا یک نفر به شما گفت که تو نماز درست نمیخونی، شما میتوانید بگید که من هر شب تهجد میخوانم. اینجا تعریف کنی نه، رفع تهمت است. لیکن همین خیل نشسته در همه جا نمیدونم من همین خیل آدمم. این صفت بسیاری ها هست که الله میگه فلا تزکوا انفسکم، خود را تعریف نکنید. اما الله خودش را تعریف کرد، الله لایق تعریف است و این صفت برای خداوند، برای الله یگانه جایز است. و درباره الحمدلله گفتن خواهران عزیز، الحمدلله گفتن یا الحمدلله رب العالمین گفتن، یا وقتی بنده یعنی یکی از بنده های الله میگوید یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک و عظیم سلطانک، یک بار دو فرشته برای نوشتن شتاب میکنند و زود به نزد پروردگار میروند که این بنده همین را گفت و پروردگار میگویند او وقتی که این بندم، یعنی همون گونه که بندم گفت آن را نویسید و وقتی او به من روبرو میشوند من جزای او را یعنی مکافات او را میدهم. از کلمه هایی که پروردگار خیلی دوست می‌دارد این حمد گفتن است خواهران. از کلمه هایی که یا از ذکر هایی که الله خیلی آن را دوست می‌دارد الحمدلله گفتن است که شما چیکار میکنید؟ و پروردگار را ستایش میکنید که پروردگار برای تمام داده های تو، برای بودن تو، برای اینکه من بنده تو هستم، به تو حمد و ثنا میگویم، به تو حمد و ثنا میگویم. و بعضی علما میگن حتی از لا اله الا الله محمد رسول الله گفتن هم الحمدلله یا الحمدلله رب العالمین گفتن چه است؟ بالاتر است. این چیز بالاتر است. برای همین در تسبیح هم پیامبر سبحان الله الحمدلله الله اکبر بعد از هر یک نماز میگفتن. لیکن الحمدلله یا که شکر لله هم شکر گفتن، شکر هم به یک معنا هست و الحمد گفتن باز بالاتر است. برای همین در تسبیح ها زیاد ما چی میگیم؟ الحمدلله میگویم و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم زیاد الحمدلله را میگفتند و در صفتی
در صفت پیامبران در قرآن کریم الله زیاد میگوید پیامبرانی که الحمدلله گفتن، یا که میگن فقل الحمدلله الذی نجانا من القوم الظالمین، و این را بگو که الحمدلله که الله ما را نجات داد. یا اینکه در باره ابراهیم میگن الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. ابراهیم گفته بود که الحمدلله به الله که در پیریم به من اسماعیل و اسحاق را داد. یعنی الحمدلله یکی از ذکرهای خیلی زیاد گوینده پیامبران هم بود. الحمدلله گفتن. ولیکن چه خیلی گفتیم پروردگار با همین الحمدلله گفتن هم خودش را ستایش میکند که این برای الله زیبنده است و لایق تمام ستایش است. پیش از من و شما او را ستایش کردن و خود را ستوده است و باز به ما هم یاد میدهد که شما هم زیاد چه گوید الحمدلله گوید، اما خودتان را مدح و ستایش نکنید که در سوره نجم آمده است که انشاءالله تفسیرش را میخوانیم. اما درباره رب الحمد یعنی معنایش حمد و ثنا هست که از شکر هم بالاتر میستد. برای همین ما یک انسان به الحمدلله نمیگیم، شکران لک میگیم. آره، به یک انسان ثنا بر تو نمیگیم، به تو تشکر میگیم. ثنا گفتن از حد ستایش این به الله زیبنده الله هست و از شکر بالاتر میستد. و معنای رب خواهران عزیز دو معنا را دارد. در قرآن آمده است که اذکرنی عند ربک یوسف، وقتی که خواب همون زندانی را تعبیر میکنن میگوین مرا در نزد ربت به یاد آر، یعنی به رب خود رفته بگو که در زندان همین گونه یک زندانی هست که تعبیر خواب را میداند. رب اینجا به معنای خدا آمدگی نیست، آفریدگار آمدگی نیست، به معنای سید، سردار یا خواجه آمدگی هست. یا خواجه در حدیث هم آمده است که انتلی دل امتو ربتها. یکی از نشانه های قیامت این است که یک کنیز یعنی مادر یا کنیز سید خود را، سردار خود را میزاید، تولد میکند. اما رب وقتی به الله صفت داده شود خواهران عزیز معنیش این است که او پروردگار است، اصلاح کننده بنده ها، از پای بنده هایش هست و از هر طرف امور بنده ها، کار و بار بنده ها، حیات بنده ها، آسمان و زمین و ستاره و ماه و همه اینها را کنترل میکند. نظام اینها چگونه باید باشد، زمین چگونه باید باشد، انسان ها چگونه، یعنی تمامی چگونه که مثلا زن رو هم ربط البیت میگوین، زنی که خانشین است میگوین او چی است؟ ربط البیت، یعنی اداره کننده خانه میگوین. زن را اداره کننده خانه، پروردگار اداره کننده تمام بنده هایش با آن چیزی که برای خود بنده هایش فایده هست می باشد. برای همین وقت رب گفتیم خواهران عزیز دو چیز در یادتون باشد. رب گفته یک انسان را وقتی میگویند در قرآن خیلی که آمده است به معنای سردار، مثلا سردار خود را پیشتر غلام ها ربی میگفتن یا ارباب هم میگوین هنوز هم. اما رب العالمین وقتی شد این سردار عالمیان به معنای این است که تمام اداره کل بنده ها، کل مخلوقات، زمین با آن 7 قبط خود، آسمان با آن 7 قبط خود، دیگر تمام کائنات اداره آن به دست پروردگار عالمیان است. عالمیان جمع عالم ها، یعنی اصلا در دل شما شبهه نباشد که یک انسان کلن اداره زمین را به دست گیرد و چی کار خواهد کند. یک انسان شما را کلن به ادارهش گیرد و چی کار خواهد کند. نه، این چیز خاص برای الله هست. یگان الله هست که رب مخلوقات است، رب کائنات است، رب العالمین است که اداره تمام این مخلوقاتش به دست او هست. چی کار خواهد کرده میتواند، چی کار خواهد کرده میتواند، اما با حکمت و با رحمت خودش با یک نظام میرود. یعنی روش دنیا ببینید که انشاءالله بعدا میخوانیم الله میگه شما آیا میتوانید اگر من آب را به شما نازل نکنم از کجا شما آب یافته میتوانید؟ یعنی نظام دنیا به آب حیات نیست و دهنده آب الله هست. یگان انسان تا همین روز آب ساخته است،
یگان انسان آب ساخته نمیتواند. رفشنی آفتاب را ببینید. به آفتاب دیگر زمین زندگی نیست. در زمین یگان انسان تا امروز آفتاب ساخته توانست یا ماهتاب ساخته توانست. این معنیش این است که رب الله یگانه هست. هر چیزی که به این دنیا لازم است و به شما لازم است، اینها را همش را الله مهیا کرده است و همین مهیا کننده و همین مدیریت کننده و همین سرداری کل را چه میگویند؟ رب عالمیان. اما در دنیا یک نفر مثلا اربابی من است، به معنای سرداری من است که در بعضی کارها او من زیر حمایه او هستم. اما حمایه‌گری اساسی پروردگار بر ربوبیت او هیچ احد الناس، هیچ ذات برابر نیست. الرحمن الرحیم این چی بود؟ الحمدلله رب العالمین. بعد از این الرحمن الرحیم می آید که درباره رحمان الرحیم در بسم الله الرحمن الرحیم گفته گذاشتیم. بعد از این می آید مالک یوم الدین و سوره تمام می شود. بعد از این به سوره اخلاص الله نصیب کرده باشد درس دیگر می گذاریم ان شاء الله. به فکرم تا همین جا کفایه است. بسم الله الرحمن الرحیم این دومین درس بعد از رمضان است خواهران عزیز که ما گفتیم از سوره های مائده شروع میکنیم تا اینکه در وقت خواندن نماز برای شما باز با فهمیدن آیات هایی که در نماز میخوانید نمازتان خشوعش زیادتر میشود و علل خصوص سوره هایی که در جزء عامه هستند برای کودک ها هم وقتی که از یاد میکنانید یک مقدار دربارش اگر مادرها معلومات دهند برای کودک هم در ذهنش جا میشود. سوره فاتحه گفته گذاشتیم، نام های سوره فاتحه گفتیم، آمین گفتن در آخر سوره فاتحه و این چونین در نماز خواندن سوره فاتحه درباره فضیلت هایش. و یگانه یک چیزی که من درسی گذشته فراموش کردم خواهران عزیز، یکی از نام های دیگر سوره فاتحه شفا می باشد و صحابگان مردی که حتی مار او را گزیده بود با خواندن سوره فاتحه با همین رقیه را خواندن آن مرد شفا می یابد. و وقتی به پیامبر آمده میگن ما سوره فاتحه را خواندیم، پیامبر میگن از کجا فهمیدید که این سوره شفا است یا گفتیم رقیه است؟ برای همین وقتی یکی شک کردید که فرزندتان ترسید در خوابش، یکی شک کردید که به فرزندتان چشم رسید، خواهران عزیز هر یکی شما سوره فاتحه را میدانید. هر یک شما سوره فاتحه را میدانید. سوره فاتحه را 7 بار خوانید و کودک صف کنید، یقین بدانید که این سوره شفا است. یعنی حتمی نیست نصفه شب این طرف و اون طرف دور زدیم که یگان کس را پیدا کنیم کودک را بخواند. نه، همون سوره فاتحه که میدانید پیامبر آن سوره را سوره رقیه و شفا گفتگی هستند. همون سوره را میتوانید بخوانید. بهترینش 7 بار است که 7 بار خوانده به دست صف کرده به کودک مالیده هم میشود یا خوانده به کودک صف کرده هم میشود. یعنی از سوره های شفا است. ما از 3 آیت اول سوره فاتحه را تفسیر کرده بودیم. آیت 4 خواهران عزیز مالک یوم الدین هست. درباره مالک یوم الدین قرائت دیگر ملک یوم الدین هم هست. مالک یوم الدین صاحب روز قیامت، صاحب است، یعنی آن روز، صاحب آن روز الله یگانه است. اگر ملک یوم الدین گوییم پادشاه روز قیامت، به هر دو معنا هم از سوره یا که خطا نمی کنید. اگر ملک یوم الدین قرائت کتی خوانده شود هم مالک یوم الدین که ما زیادی چی از روایت حفصه که میخونیم با مالک یوم الدین میخونیم. مالک یعنی صاحب آن روز است. اما درباره ملک، کلمه ملک یکی از نام های بد دیده شده خواهران عزیز در نزد پروردگار این که نام کودک را شاهنشاه مانید یا ملک حتی بمانید. ملک یک شاهیگری هست که این خاص پروردگار است. یک نفر صفتش پادشاه گفته می شود. نام ماندن درست نیست. و حدیث در بخاری است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن یکی از نامهای بدترین در نزد پروردگار این ملک الاملاک است. شاهی شاهان یا امیر شاه یا شاه امیر، بالای همه چی شاه است. همین نام خوب نیست. خیر ملک یا که ملک الاملاک یا شاهنشاه یا خیلی گفتم امیر شاه، این نام های برای پروردگار است که پروردگار شاهان می باشد. و مالک خیلی گفتیم صاحب است. یوم الدین، دین گفته اینجا به معنای دین اسلام نه. در درس عربی هم به خواهران گفته گذاشتیم که
در زبان عربی یک کلمه طرز نوشتش یک خیلی و یک چند معنا میدهد. از جمله کلمه دین. دین همون دین اسلام است، راهی روشی که پروردگار یا شریعت الله هست. از دیگر معنایش جزا هست. معنای دین جزا است که ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین، پروردگار، شاهی یا گفتیم صاحب روزی جزا می باشد. آن روز که همه چیز در دست پروردگار است، کسی نمی تواند پیش صفی کند یا گفتیم همان گونه که در این دنیا چه خیل خواهند شاهان میکنند، در آن دنیا اصلا کرده نمی شود که شاهی شاهان یا شاهی آن روز و صاحب آن روز یگانه الله یگانه است. بعد از این خواهران عزیز، بعد از اینکه پروردگار درباره صفت خودش صحبت کرد، رحمان و رحیم بودنش صحبت کرد، مالک یوم الدین بودنش صحبت کرد و به من و شما خودش را حمد و ثنا گفت و باز آموزانید که او را ستایش کنیم، یک باره به اسلوب دیگر میگذرد. ایاک نعبد و ایاک نستعین. در آیت چی گفته می شود؟ شما یگانه الله را می پرستم بگویید و یگانه از تو کمک می طلبم بگویید. یعنی اینجا ایاک نعبد و ایاک نستعین، این از طرف پروردگار دعای هست که الله در قرآنش به من و شما می آموزاند که ما به پروردگار چی گوییم؟ بندگی خود را بگوییم که ایاک نعبد، ما تو را عبادت میکنیم. عبادت خواهران عزیز خواری هست، ذلیلی هست، بیچارگی هست، سرخم کردن است. وقتی که شما من تو را عبادت میکنم میگوید، شما تمام بیچارگیتان را به پروردگار میبرید. برای همین در حدیث آمده است که برای مؤمن اصلا جایز نیست که خودش را در نزد کسی بیچاره کند. بیچارگی، خواری، ذلیلی، محتاجی که من به تو هیچ کار کرده نمیتوانم، این فقط باید به الله باشد، نه به پدر و مادر، نه به یگان نفر دیگر. این یعنی عبادت تنها با نماز خواندن و روزه گرفتن نیست. من به تو زار هستم، من محتاج تو هستم، به تو من هیچ کار کرده نمیتوانم. این گونه ذلت هم چی است؟ این بندگی هست، عبادت است، بیچارگی هست که الله میگه ایاک نعبد. شما بگید که ای الله، تمام بیچارگی من، بندگی من، خواری من، دعاهای من، امیدهای من همش برای تو هست، همش برای تو هست. عبادت من، یعنی عبادت گفته فقط نماز و روزه نه، تمام اطاعت من و تمام بیچارگی و بندگی من. بعد چی میگوید؟ و ایاک نستعین، و تنها از تو من طلب کمک میکنم. یعنی از یک انسان طلب کمک کردن جایز است وقتی که از دست او می آید، اما برابری از یک انسان به من کمک کن گفتن، یقین بدانید که خواست الله بالای خواست بنده ها هست. اگر الله نخواهد آن انسان به ما اصلا کمک رسانده نمیتواند. خیلی که حدیث در وصیت پیامبر به عبدالله ابن عباس است که میگویند اگر تمام دنیا یک جا شود و به تو کمک کردنی شود، اگر الله اجازه ندهد کسی به تو کمک کردن نمیتواند. و ایاک نستعین هم چی است؟ یگانه از تو ما طلب کمک میکنیم. یعنی مؤمن هر کمکی که میخواهد، هر نیازی که دارد، پیش از اینکه به یک آدم زنده رفته بگوید، یکم باید از الله بپرسد. یعنی الله اگر اذن دهد، الله اگر اجازه دهد، همان گونه که موسی در خانه فرعون بزرگ شد، در خانه فرعون بزرگ شد، در خانه یعنی بدترین دشمن الله و دشمن رسول موسی را بزرگ کرد. اگر الله اجازه دهد، دشمن خادم شما می شود، دشمن شما خدمتگار شما می شود، دشمن شما برای شما کار میکند. اما ما باید در قلبمان یکم که را جای کنیم پروردگار را. برای همین کلمه ایاک نعبد و ایاک نستعین که هر روز چندین بار در نمازمان میگوییم، خواهران عزیز، عملا هم در ما وجود داشته باشد. به چیز محتاج هستید، کار کردنی هستید، چیزی برای شما لازم است. حتی در حدیث آمده است که صحابه ها برای بندی پای افضال خود هم از الله کمک میپرسیدن، از بنده هایش نه. بندی پای افضال کوچکترین چیز، یعنی میده ترین چیز. و هر چیزی که رو برو می آید، یکم در فکر شما این باشد که پروردگار خودت به من کمک کن. یعنی از بعضی ها میگن نه، از همه چیز برای پرسیدن من خجالت میشم. نه، در نزد پروردگار نباید خجالت شد. در نزد پروردگار از پرسیدن یگان چیزه نباید خجالت شویم. و الله خودش به ما چه گفته ایستاده است؟
یک نعبد و یک نستعین بگوید بنده های من یگانه از من کمک بپرسید، یگانه مرا عبادت کنید. یعنی این نمودی آموزاندن دعای پروردگار است. در دوامش میگوید اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به راه راست هدایت کن. این هم دعایی هست که پروردگار در قرآن به من و شما یاد میدهد. خواهران عزیز، اگر پروردگار به راه راست من و شما را هدایت نکند، ما خود از خود با این عقل کوچکی که داریم اصلا راه همان را پیدا کردن نمیتوانیم. در هر نماز این سوره رو خواندن فرض است یا واجب است در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه، و همیشه همین دعا که اهدنا الصراط المستقیم، پروردگار مرا به راه راست هدایت کن. ببینید که ما الله هدایت نکند هدایت یافته نمیتوانیم، و پروردگار اگر هدایت نکند یگان فرزند ما هم هدایت شده نمیتواند. پیامبر صلی الله علیه و سلم با پیامبری چقدر نزدیکان خود را از جمله عمک خود ابوطالب که مثل پدر بود هدایت کرده نتوانستند. برای همین هم هدایت خود را که پروردگار خودت هدایت کن، هم هدایت فرزندان را هم چیکار کنیم از الله بپرسیم. الله به ما چی میگوید؟ میگوید اهدنا الصراط المستقیم، پروردگار خودت ما را به راه راست هدایت کن. در دوامش الله کدام راه راست، یعنی وقتی راه راست است کدام راه راست وقتی گفته می شود، الله چی میگوید؟ صراط الذین انعمت علیهم، صراط الذین انعمت علیهم، همان راهی که تو به آنها نعمت داده بودی، همان راهی که تو به آنها نعمت داده بودی یا نعمت داده ای. و نعمت داده های الله در سوره نساء هست. خواهران عزیز، الله میگوید و من یطع الله و رسوله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. این 4 طایفه رو الله در سوره نساء میگه این 4 طایفه از هدایت یافتگان هستند، آنهایی که الله خودش آنها را هدایت کرده است. یکمی آنها پیامبران، یکمی آنها پیامبران، دویمش صدیقین، آنهایی که تمامی فرموده های الله را، پیامبران الله را، کتاب های الله را تصدیق کردند، قبول کردند. و سیومش شهدا، آنهایی که جان خود را در راه الله به خاطر الله برای دادن همیشه راضی هستند و بودند و دادند. 4مش صالحین، انسان های صالحی که از آنها فقط عمل صالح می براید، یعنی انسان هایی که آنها همیشه عمل صالح انجام میدن. یعنی این 4 طایفه، پیامبران، صدیقین و شهدا، شهیدان و انسان های صالح را الله چی میگوید؟ اولئک انعم الله علیهم، پروردگار مع الذین انعم الله علیهم، انا اینها را من نعمت دادم. برای همین کلمه انعمت علیهم را، یعنی آنهایی که تو به آنها نعمت داده ای را، اکثریت مفسرین با همین آیت تفسیر میکنند که آنهایی که الله نعمت داده است از این 4 طایفه هست که مؤمن دعا کند که پروردگارا ما را همراهی پیامبران گردان، ما را همون عملهایی که پیامبران انجام میدادند، همون سلوک و روشی که پیامبران داشتند به آن هدایت کن، و این چونین ما را مثل صدیقین بکن، بدون هیچ شک شبهه فرموده های تو را قبول کنیم و عمل کنیم. ما را از جمله شهدا گردان که حتی عزیزترین چیزی که در ما هست، جانمان را برای به تو دادن ما آماده باشیم، و این چونین ما را از جمله انسان های صالح کن. یعنی این دعای ما باشد خواهران عزیز. و جای اینکه اینقدر زیاد دنیا طلب کنیم، اگرچه دنیا طلب کردن برابر آخرت باشد انسان گناهکار نمی شود، ولی باز هم باید زیاد دعا کنیم که پروردگار مرا از جمله بنده های صالحت کن، از جمله بنده های صالح که حیاتشان با عمل های صالح می گذرد، حیاتشان برای رضاگی تو می گذرد، مرا از جمله آنها گردان که الله خودش در سوره فاتحه به ما یاد می دهد. در دوامش می گوید، یعنی نگاه کنید، پروردگار به من و شما می آموزاند که در همین سوره که در هر نماز می خونیم از من هدایت پرسید. یعنی شما ای بنده ها از من هدایت پرسید. اگر من شما را هدایت نکنم شما از جمله هدایت یافتگان نمی شوید. از من برای همین همیشه باید خیلی گفتم برای خود و برای اهل بیت خود که پروردگار مبادا ما را گمراه نکن.
همون هدایتی که دادی زیاده کن و کم نکن دعا کنیم. ندیدیم چقدر نفرانی که از هدایت یافتگان بودند، یک و یک بار شاید مغروری آنها، تکبری آنها، شاید از الله دوری آنها سبب شد که بر علا گمراه شدند، بر علا راه گم زدن. من خودم شخصا چندین نفران را میشناسم که گمان میکردم صالح تر از اینها در اطراف من کسی نیست که من امروز میبینم از اهل دنیا هستن. حتی بعضی ها به دزدی، بعضی ها به تهمت، بعضی ها حتی به دیگر از حرامخوری و جاسوسی و کارهای دیگر دست دادن. برای همین همیشه دعامان این باشد که پروردگار ما رو هدایت کن، یکی ما رو گمراه نکن، در همین هدایت همان باشیم. در دوامش الله میگوید صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اما پروردگارا اصلا ما را از نفرانی که تو به آنها غضب کرده ای و از نفرانی که آنها گمراه شده اند از آنها نکن. از آنهایی که غضب شدگانند که الله در چند جای قرآن میگه و باءوا بغضب من الله و غضب الله علیهم. یهودان را میگوید که یهودان به غضب الله گرفتار شدند با کشتن چند پیامبر و با سرکشی کردن از امر فرموده های الله و پیامبر. از اینکه در چند جای قرآن علل خصوص در سوره آل عمران هم میبینید، در سوره فاتحه هم میبینید که گشته و برگشته آنها را الله لعنت میکند و غضب میکند. اکثریت علما بر این هستند که غضب شدگان مخصوص یهودها هستند، اگرچه بعضی علما میگن نه، تمام کافر و تمام منافق هم از جمله غضب شدگان است، از جمله غضب شدگان است و غضب شدگان فقط یهودها نیستند. و ما را از جمله گمراه کننده ها نکن که الله در قرآن درباره مسیحیان میگه قد ضلوا من قبل و اضلوا كثيرا و ضلوا عن سواء السبيل. این مسیحیان که گمراه شدند، گمراهی درباره پیامبرشون که حتی گروه از آنها پیامبر خود را گفتن این خدا بود که در روی زمین راه میرفت، عیسی را. گروه از آنها گفتن نه این پسر خدا بود. یک طایفه کمشان گفتن این پیامبر بود که آنها مردند و رفتند. تا امروز تمام خریستیان هایی که داریم خواهران عزیز، یک گروهشان میگن عیسی خدای بود که خدا در جسم عیسی در بین انسان آمد و راه رفت و زندگی کرد. یک گروهشان میگن او پسر خدا بود که دیگر مثل خدا حتی یا مثل احکام خدا او میتواند حکم روایی کند و ما رو از جهنم نجات دهد. برای همین اینها را چه گفت الله؟ گمراه شدگان گفت که به ما یاد میدهد به من و شما که ای شما ای مؤمنان دعا کنید که پروردگار یکی ما را از جمله غضب کرده شده ها. برای چه یهودها غضب کرده شدند؟ برای اون که آنها گفته های پیامبرشان را به مسخره گرفتند، تغییر دادند، مثل همون گونه که باید پیروی پیامبرشان باشند نکردند. مبادا ما را مثل آنها نکن که ما سرکش باشیم از امر تو. و این چنین یکی ما را از روی جهالت و بی علمی مثل نصرانی ها نکن که درباره تو به تو تهمت زنیم، به پیامبر تهمت زنیم. یعنی تهمت زدن، عیسی را پسر خدا گفتن، به خود عیسی هم تهمت زدن است که عیسی همیشه عبدالله و رسول بود، او هم بنده الله و او پیامبر الله بوده. با همین خواهران عزیز سوره فاتحه تمام می شود که در این آیت های آخران پروردگار طرز دعا کردن را به ما چی می کند؟ می آموزاند که هدایت را پرسید. در هدایت هم باز مسئله را وسیع کنید. همون هدایتی که به پیامبرانت دادی، هدایتی که به اولیایت دادی، به انسانهای صالحت دادی، ما را گمراه نکن، مثل فلانی گمراه نکن، مثل آنها گمراه نکن. این گونه یعنی دعا کردن با کوتاه کردن، یعنی وسیع کردن، در دعا وسیع کردن یگان مشکلی ندارد خواهران عزیز. نباید از این یگان نمود ما خجالت شویم. و در آخر این سوره مثل که در درس پیشتر گفتیم همیشه چی میگیم؟ آمین. پروردگار را اجابت کن، چون آخران آیت هایش همه‌اش چی از دعا هست که پروردگار یعنی خودش را نعوذ بالله دعا نمیکند. آنجا یک نعبد و یک نستعین گفته پروردگار خودش را به من و شما می آموزاند که شما چی کنید؟ یک نعبد و یک نستعین بگوید، اهدنا الصراط المستقیم بگوید، همون گونه به ما می آموزد. همینجا خواهران عزیز سوره فاتحه به آخر می رسد و بگیریم سوره ناس را.